سلام رفقا، خوش اومدید به اولین ویدیوی طولانی من داخل کانالمون. من امروز اومدم که برای شما ترکیب با ای فوتبالمو نشون بدم. خب بچه بریم شروع کنیم. قبل از هر چیزی لطفا لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب بچه من در مهاجمام یه خودم دارم، یه نیمار دارم که نیمار رو همتون در آوردین دیگه از اون چیز پنالتیه. من اولا خیلی وقت آوردم بیاین ناکنی میفهمین پاسی الان ناکنی میزنه که چند روز من قراردادش مونده. من خیلی وقت هلندا دارم، یه 2 ماهی میشه ناکنی بچه. 270 روز از قراردادش مونده، بیشتر از 3-4 ماه دارمش. مارادونا که از همون پنالتی کشیه یه بوکس رایگان داشت، من رفتم اونو زدم و خیلی دوست دارم رونالدو بده، ولی خب مارادونا خیلی بازیکن خوبیه، بیشتر گلامون همین مارادونا میزنه. تو خط هافبکمون بیلینگامو داریم، بیلینگام سرد که اگه اینجا این دوتا بیلینگامو حالا ای بشن میشه 101. و این برم کیمیچه 98 رو داریم که واقعا بازیکن خیلی خوبیه، مخصوصا تو دفاع ها وقتی میخواین دفاع کنیم. و این ور رودری هم که واقعا کار جمع میکنه. و این طرف هم اشرف حکیمی و کاماوینگا رو داریم که هم تو هجوم خوبه هم تو دفاع خوب سریع خودشون رو میرسونن. و توی دفاع هم بکنبار داریم که بچه من بکنباری هم دیروز درش آوردم از توی این پک رایگان بارسلون بایر مونیخ. واقعا بازیکن خیلی خوبیه بکنبار. و من یکی دفاعم فندایک هسته، دروازه‌بانم اوناناس که واقعا دروازه‌بان خیلی خوبیه. فوتبال نه ولی اینجا خیلی خوبه. توی ذخیره ها مارکینیوش رو دارم، رودیگر رو دارم، مارکینیوش، گارناچو، این بازیکن برزیل، پالمر، تاکای کوبو، مارکوس رشفورد، برونو و این کوکورلا و کوکه بود چی بود اینو دارم. هریکین رو دارم، لوتارو مارتینز رو دارم، بازم این بازیکن برزیلیه رو دارم. و من با یه سرمربی اورتون کار میکنم، لونگ بال، که واقعا خیلی با این ترکیب میتونم خوب گلزنی کنم. و بچه توی ترکیب ذخیره هام هم اینا رو دارم، هویلوند رو دارم، این بازیکنه رو دارم، توماس مولر، دیگه یه رودیگر دیگه هم دارم، اینو از اون 5 ستارگی ها در آوردم که ارتقاش هم ندادم. و اینجا دفاع لیورپول رو دارم و دروازه‌بانم هم اسمش چی بود این بازیکنه؟ یه اسمش رایا داوید رایا رو دارم. خب بچه اینم بود از ترکیب ای فوتبال من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اگه خواستین گیم پلی هم با این ترکیب میرم. خدا یار و نگهدارتون.